زکات. از میان ادیان و شریعتها و نظامهای مختلف وضعی، بشریت منهج و روشی را سراغ ندارد که مانند زکات در اسلام با فقر و تنگدستی و برای برآورده شدن نیازمندی‌های اساسی انسان مبارزه کرده باشد. زکات فریضه است از فرایض اسلام. الله عزوجل فرموده است: و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. و زکات یکی از ارکان اسلام به شمار می رود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در موردش فرمودند: اسلام بر 5 چیز بنا شده که دادن زکات را از آن جمله نام برد. علمای لغت آن را به رشد و افزایش تعریف کردند، در حالی که علمای شریعت در تعریفش چنین گفتند: مقدار معین مالی که در وقت معین برای گروه معینی پرداخت می شود. و بیان داشتند که حکمت از واجب شدنش تطهیر نفس و پاکسازیش از بخیلی و گناهان و اشتباهات می باشد. الله تعالی می فرماید: بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی. و نیز زکات پاکسازی مال و حلول برکت در آن است، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند: صدقه یعنی زکات چیزی از مال را کم نمی کند و زکات آزمایش حقیقی بنده است در فرمانبرداری از اوامر الله تعالی و نیز تقدیم محبت الله تعالی بر محبت مال و همچنین همدردی با مستمندان می باشد که باعث افزایش محبت شده و بالاترین درجه تکافل اجتماعی میان افراد جامعه مسلمان را تحقق می بخشد و همچنین سبب و علت نائل شدن به رحمت و نصرت الله تعالی می باشد. چنانچه الله تعالی می فرماید: و رحمت من شامل همه چیز بوده و برای کسانی که پرهیزگاری دارند و زکات می دهند آن را می نویسم، یعنی در آخرت به آن حکم می کنم. و نیز فرموده است: و الله نصرت می دهد کسی را که به نصرت الله شتافته است. الله توانمند با عزت است. کسانی را که در زمین مسلطشان گردانیدیم نماز را برپا می کنند و زکات را به مستحقینش می دهند. علما اشاره کردند که زکات سبب کفاره اشتباهات نیز می باشد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است: و صدقه اشتباهات را می پوشاند چنانچه آب آتش را خاموش می کند. کسی که از بخیلی نه به خاطر انکار از وجوبش زکات ندهد از وی با زور حصول می گردد و کافر نمی شود، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مورد امتناع کننده از دادن زکات: پس از آن را خود را یا به سوی بهشت و یا به سوی آتش می یابد. و اگر کافر بود برایش راهی به سوی بهشت نمی بود و از این کس به زور و با انجام تعزیر زکات گرفته می شود. به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند: هر صاحب زر و سیمی که حق آن را نمیدهد در روز قیامت با تخته های آتشینی که در آتش دوزخ سوزان شده او را داغ کنند، پهلو، پیشانی و پشت او را داغ کنند. هر زمانی که سرد شود بار دیگر اعاده می شود، در روزی که برابر 50,000 سال است، تا اینکه میان بندگان قضاوت شود تا راه خود را ببینند، یا به سوی بهشت و یا به سوی دوزخ. اگر به جنگ برخاست با وی قتال شود تا به امر الله متعال تن در دهد و زکات را بپردازد، به دلیل فرموده الله تعالی: اگر توبه کردند و نماز را برپا داشته و زکات را آوردند متعرضشان نشوید، به درستی که الله متعال بخشنده مهربان است. و به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند: امر شده ام با مردم بجنگم تا شهادت بدهند که لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و نماز برپا کنند و زکات بدهند. اگر چنین کردند خونها و اموالشان را از من در امان داشتند مگر به حق اسلام و حسابشان نزد الله متعال است. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه پس از به خلافت رسیدنش به کسانی که از دادن
زکات امتناع داشتند فرمود: قسم به خدا با کسی که میان نماز و زکات فرقی قائل شود به جنگ برمیخیزم، زیرا که زکات حق مال است و قسم به خدا اگر از پرداخت زکات سال که به رسول الله صلی الله علیه و سلم می پرداختند امتناع ورزند با آنها جنگ خواهم کرد. و کسی که فرضیت زکات را انکار کند کافر می شود اگر به حکمش آگاهی داشته باشد، به دلیل اینکه خداوند و پیامبرش و اجماع امت را تکذیب کرده است. و زکات تنها بر مسلمان واجب است، زیرا که الله تعالی عمل کافران را قبول نمی کند، همانطوری که بر آزادگانی که مالک نصاب هستند واجب است. و نصاب یعنی رسیدن مال به مقدار معینی است که در آن زکات واجب می گردد. مالی که به نصاب رسیده اضافه از نیازمندی هایی است که انسان از آن مستغنا نیست، مانند طعام، لباس و مسکن. و نیز مال به نصاب رسیده ملک کامل شخص معین باشد. بنابراین زکات در مالی که مال شخص معینی نباشد واجب نیست، مانند مالی که برای بنای مسجد جمع آوری شده و یا مالی که وقف شده به منافع عمومی و یا اموالی که در صندوقهای جمعیتهای خیریه می باشد، در آنها زکات نیست. و با وجود آنچه تذکر داده شد، باید بر مالی که به نصاب رسیده و در ملکیت صاحبش بوده 1 سال کامل هجری قمری بر آن سپری شود. این شرط ویژه نقدین یعنی زر و سیم و کالاهای بازرگانی و حیوانات اهلی می باشد، اما در مورد محصولات کشاورزی، میوه‌جات، معادن و گنجها گذشته سال در آنها شرط نیست. و از آنجایی که اسلام به مصلحت مستمند اهتمام دارد، اگر وقت وجوب آن فرا رسید اخراج زکات واجب است و تأخیر آن جواز ندارد مگر ضرورتی بوده باشد. و الله عزوجل فرموده است: حق آن را در روز خرمن کردنش بدهید. و از موارد اهتمام شریعت به زکات این است که شتاب کردن در اخراج زکات قبل از وقتش را جایز دانسته است. و از مظاهر رحمت اسلام این است که انتقال زکات را از سرزمینی به سرزمینی دیگر مجاز دانسته است. به طور مثال در سرزمینی دور افتاده فقر و تنگ دستی بیشتر بوده و یا برای زکات دهنده در آنجا نزدیکان مستمندی باشد.